نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها تو سال یادتون نره، یعنی برو برگرد نداری. نماز 2 رکعته نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها مثل نماز صبح میخونید، نیت 2 رکعت نماز استغاثه به صدیقه طاهره سلام الله علیها، الله اکبر، تمام شد مثل نماز صبح. اما وارد شده 3 تا الله اکبر حتما بگی، دستا رو ببری بالا، بعد 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، تسبیحات خدا بی. بعد سر بذاره به سجده 100 بار بگی یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی، بیبی جان کمکم کن به دادم برس. بعد سر بردار طرف راست بذار 100 بار بگو یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی. باز بردار پیشونی رو بذار 100 بار بگو یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی. بردار گونه چپ رو بذار 100 بار. بعد گونه چپ پیشونی 110 بار یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی. امام صادق علیه السلام فرمود حاجت تو بخواه، حاجتت به حرمت جده ما برآورده میشه.